قبول قطعنامه با پیشنویس امریکا در شورای امنیت سازمان ملل موضع‌گیری پرزیدنت دونالد ترامپ را در رابطه با جنگ در اوکراین انعکاس می‌کند و آن نظر به موقع پرزیدنت پیشین جو بایدن نسبت به روسیه آهنگ سازشکارانه دارد. تا امروز آوازدهی در رابطه با جنگ در شورای امنیت سازمان ملل که 15 عضو دارد با دلیل ویتوی روسیه ناممکن بود. همزمان مجمع کلی سازمان ملل با 193 کشور عضو از اوکراین پشتیبانی کرد. ایالات متحده روز 24 فوریه نتوانست که در آوازدهی مجمع کل برای قبول قطعنامه با مضمون بی‌طرفانه‌اش موفق شود. در عوض مجمع کل 2 قطعنامه دیگر را پذیرفت که یکی از جانب اروپا و اوکراین و دیگری از طرف امریکا پیشنهاد شد و به آن پشتیبانی لفظی اروپا از اوکراین علاوه گردید. در حالی که قطعنامه‌های مجمع کل در مقایسه با شورای امنیت خصوصیت حتمی ندارند، وزن سیاسی و جهانی آنها موضع‌گیری به جنگ را خوب نمایش می‌دهند. ماریانا بیتسا معاون وزیر کارهای خارجی اوکراین پیش از آوازدهی گفت که کشورش نه تنها برای حفظ استقلالیت می‌جنگد. جنگ فقط مربوط به اوکراین نیست. منظور حقوق بنیادی هر کشور برای موجودیت و انتخاب روی خود برای زندگی بدون تجاوز است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 24 فوریه قطعنامه امریکا را با 10 آواز طرفدار پذیرفت، در حالی که فرانسه، بریتانیا، دانیا، یونان و اسلوونیا از آوازدهی خودداری کردند. روسیه در اول تلاش کرد که به متن امریکا اشاره درباره ریشه‌های نزاع وارد کند، اما آن قبول نشد و در نهایت از این قطعنامه جانبداری کرد. از این پیش تلاش اروپا را برای پشتیبانی لفظی اروپا از اوکراین ویتو نمود. بعد آوازدهی در شورای امنیت، اجرا کننده وظیفه سفیر امریکا در سازمان ملل دوراتشی گفت قطعنامه راه را به صلح باز می‌کند. او گفت این قدم مهمی بود که گذاشته شد و اکنون ما باید آن را برای بنیاد آینده اوکراین، روسیه و جامعه بین المللی به کار بریم. ولی حالا نگرانی در اوکراین و اروپا وجود دارد که در جریان مذاکره ها با روسیه این دو جانب می توانند از طرف دونالد ترامپ کنار زده شوند.